زندگی عبادته و خداوند در مقابل این زندگی ازمون تعهد گرفته. با همون بله گفتن ما خداوند تعهد گرفته و در مقابل تعهداتمون، پیمانمون، ما باید بهش ایفا بکنیم، بهش عمل بکنیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقدهایی که میشه، حالا چه میخواد عقد ازدواج، عقد تجارت، هر عقدی که میخواد بشه ما باید بهش عمل بکنیم. یعنی زندگی یک تعهدی هست که ما باید بهش عمل بکنیم تا اینکه روز قیامت در مقابل کوتاهیمون جواب خداوند داشته باشیم. یکی از اون صحنه ها صحنه محشره که انسان از همسرش، از فرزندش فرار میکنه چون ادای حقوق و واجبات شرعیشو نکرده، چون به اون تعهدی که داده به خداوند در مقابل این پیمانی که با هم دیگه حلال در هم دیگر حلال شدن